کوی جبشی علی جون جبشی کو گابزا سلام علیکم با کلی مخلصان کانال سامبای تیوی یکترینبورگ. امروز ما در دهه حسندره در دره مجخا حکیمی در دره حکیمی در قشلاقی حسندره همراه این برادرمون یک رفیق داره یا چی داره، چی نام داره؟ خونده استارکس تنگه نه چیه؟ خونده استارکس هم خیلی آمدیم همین راه ده так что وقتی که شهر که روسیه میه اول همین دره حکیمی بیاین. تمام موندگی شما، خستگی شما در اینجا زنده میشود. بله باور کن در همین راهاش همین تمام اعضای بدن در میلرزه. ویبراتور در کار نیست برادران عزیز، ماساژ در کار نیست. اگر ده گرده داشتی نیم گردش هم میویی. به نهایت جوی خوبه، باد هوای تازه، از شهر دور، طبیعت به حد زیبا، طبیعت زیبا، وقتی خوش، انا مهمون دوستدار، حرمت احترامشون در جاشون. چی بگیم دیگه؟ بهترین است. میارزد آمدن شما، میارزد به آنه که باد هوا رو یک بار نفس کشید. یکی اگر تونه تماما نرین، اگر بتونه